عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما علاقه‌مندان به امنیت سایبری در حوزه دفاعی. امیر علیبگی هستم و قصد دارم در این ویدیو آموزشی در مورد ابزار ساده و کاربردی سایبر شف صحبت بکنم. علاوه بر این که حالا با این ابزار کار میکنیم، من در نظر دارم که حالا نحوه آبفوسکیت کردن پیلودها رو توسط اتکرها و بدافزارها و تروجانها رو یک سری مثال‌های واقعی آوردم و حالا برای گذشته است، اما کاربردیه تا شما متوجه بشین که این پیلودها به چه صورتی حالا از دید دیتکتورهایی که وجود دارن، سنسورهایی که در شبکه وجود دارن پنهان میشن و میتونن کار خودشون رو انجام بدن تا یک دید خوبی پیدا بکنید. عرضم حضور شما این ابزار و حالا این سایبر شف میتونه در کنار SIEM شما به تحلیلگر امنیتیتون کمک میکنه. وقتی که داره تریاج و تحلیل میکنه، الرت ها و نوتیبل ها رو بررسی میکنه، اگر نیاز به حالا دیکود کردن یا انکود کردن یا دیدن پیلود به صورت کلیر تکست باشه، از این ابزار استفاده بکنه. هم به صورت آفلاین وجود داره، هم به صورت آنلاین و شما میتونید تجزیه و تحلیل، رمزگذاری و رمزگشایی و پردازش داده ها رو در این ابزار انجام بدین. به عنوان یک چاقو سوئیسی معروفه، اونجوری که تو گیت هاب خودش هم نوشته، و اگر بخواید از این ابزار به صورت آنلاین استفاده بکنین، در سمت چپ ویدیو در حقیقت شما دارین میبینین که میتونین از این آدرس استفاده بکنین و برین داخل این آدرس. حالا طبق ویکی‌پدیا، حالا من این از ویکی‌پدیا برداشتم، مرکز ارتباطات دولت بریتانیا این ابزار رو توسعه داده و در عین سادگی ابزار قدرتمندیه. نکته که وجود داره، انواع تیم های سایبری و آیتی میتونن از این ابزار استفاده بکنن، اما از تیم های فارنزیک، حالا SOC، اینسیدنت ریسپانس و بچه‌هایی که دارن برنامه نویسی میکنن، حالا بک اند دیولپرها، فرانت و انواع تیم ها. حتی میتونید از این ابزار در اوسینت یا OSINT هم استفاده بکنید. من یه نکته دیگر هم اضافه بکنم. خب از موقعی که داریم تحلیل میکنیم شاید بگید که خب چه نیازی از این ابزار بخوام استفاده بکنم. میتونم مثلا حالا از چت جی پی تی و ای آی یا انواع چیزهای مختلف دیگه استفاده بکنم. یکی این که معمولا در حالا مراکز امنیتی استفاده از اینترنت حالا مجاز نیست و اینترنت ندارن و اگر هم داشته باشن، بهتره که این اطلاعات و حالا لاگ هایی که دارن بررسی میکنن رو در اینترنت یا داخل ای آی ها کپی پیست نکنن. باعث نشر دیتا، لیک شدن دیتا میشه. و اینکه ممکنه که بگین خب از سیستم عامل لینوکس میتونن استفاده بکنن. میگم یک رابط کاربری ساده و یوزر فرندلی داره که شما میتونید با یه درگ اند دراپ ساده به جواب برسین. حالا اگر سیستم عامل لینوکس یا OS لینوکس نداشتین، میتونید از این ابزار استفاده بکنین. یه جورایی تکمیل کننده است در کنار حالا EDR تون، SIEM تون و انواع تجهیزاتی که در SOC استفاده میشه. لازم به ذکره که خود اسپلانک در حقیقت یه تی برای اسپلانک وجود داره که کار سایبر شف رو انجام میده. من خیلی وقت پیشها و اینکه حالا یک گیت های پیدا کردم، یک ریپوزیتوری پیدا کردم که این تی رو نوشته بود، اما برای سالهای خیلی دور بود. حالا نمیدونم باز توسعه دادنش یا نه، اما میگم در کنار تجهیزات SOC خیلی میتونه کارآمد و مثمر ثمر باشه. قابلیت های سایبر شف من چند تاشو ذکر میکنم و بقیهش رو هم حالا تو مثال های عملی میبینیم. باز میگم خیلی قابلیت داره و توابع زیادی داره. اگر حالا سعی میکنم که تا اونجا که بتونم بگم مواردی رو و یک سری هینت ها به شما بدم و باعث ایجاد شدن علامت سوال های در ذهن شما بشه که اگر نیاز بیشتری داریم برید دنبالش و مطالعه بکنید. رمزگشایی و رمزگذاری انواع داده ها رو انجام میده، انواع الگوریتم ها رو ساپورت میکنه، روت 13، بیس 64 و
انواع الگوریتم های دیگر رو، هشینگ ها رو ساپورت میکنه. میتونین حالا از فایل های مختلف، از استرینگ های مختلف هش بسازین و حالا مقایسه بکنین، لیست اون هش ها رو اکسپورت بگیرین. تجزیه و تحلیل داده های باینری رو میتونین انجام بدین، باینری به هگز، هگز به باینری و انواع مختلف دیگر رو. بررسی و شناسایی آیوسی ها، شما اگه حالا یک لاگی رو دارین بررسی میکنین، میخواین ببینین که این حالا این آی پی، این دامین، این هش آیا مخرب هست یا نه، میتونین علاوه بر این که از توی اون لاگتون حالا لیستش رو به صورت کلیر تکست و اسپسیفیک فقط آی پی ها رو مثلا اکسترکت بکنید. میگم اگه لیستی، یک پیلودی، یک فایلی که حاوی کاراکترهای دیگه ای علاوه بر آی پی باشه رو، حالا من مثال میزنم، فقط آی پی هاشو اکسترکت بکنید، در حقیقت رجکس داره زده میشه. میتونید اونها رو داشته باشین. میتونید از ویروس توتال استفاده بکنین، میتونین هویز بگیرین، وصلش میکنین به حالا ریکوست هویز میزنین به وبسایت هایی که API ساپورت میکنن. و تجزیه و تحلیل و تبدیل لاگ های شبکه، جیسون، XML، URL انکد ها رو میتونین داشته باشین و ببینید. استخراج داده های مخفی، حالا اگر دیتایی توی حالا یه عکسی و حالا بحث استگانوگرافی وجود داشته باشه، میتونین از اون استفاده بکنید و خیلی موارد دیگه. یه توضیح در مورد وب اینترفیس اون بدم، رابط کاربری اون از 4 تا پنل تشکیل شده. پنل سمت چپ که اپریشن هست، شامل توابعی هست که شما میتونید حالا به دستور پختتون یا حالا رسیپیتون اضافه بکنید. همونطور که میبینید بیس 64 داره، حالا تو هگز، فرام هگز و انواع مختلف. در پنل حالا شماره 2 شما دستورالعمل هاتون رو، توابعتون رو، اپریشن هاتون رو به یک اینپوت که همون مواد اولیه‌تون باشه، اگه بخوام حالت پخت یک غذا رو مثال بزنم، اضافه میکنم و در نهایت اوتپوت رو میتونید داشته باشین. اوتپوت هم میشه نتیجه اعمال رسیپی به اینپوت. اینجا یک حالا علاوه بر مثالای عملی که جلوتر میزنم، یک ویدیو چند ثانیه‌ای هستش که خیلی دیدتون رو نسبت به این ابزار باز میکنه. خوبه، من اینو پلی میکنم. ببینین در حقیقت توابع و اینپوت ها داره وارد میشه. حالا و وقتی که یک جا جمع شد و دونه دونه اعمال کوکینگ روش انجام میشه، در نهایت یک ریپورتی به ما داده میشه و حالا همون گزارشی که ما میخواهیم، نتیجه کار رو به ما نمایش میده. خب بریم سراغ بحث عملی. من چند تا مثال آماده کردم، عرضم به حضور شما. خب بریم اینجا. حالا اولین چیزی که میخوام در موردش صحبت بکنم مورس، در حقیقت کد مورسه که معمولا حالا قدیم استفاده میشده، الان هم ممکنه استفاده بشه. کد مورس رو استفاده میکنه در پیلود هاشون و میخوایم ببینیم که حالا چجوری این استفاده انجام میشه. خب من اینجا این رو آماده کرده بودم. یه نکته رو حالا عرض میکنم خدمتتون. ببینید این لینکی که من کپی کردم رو، چون من اینو قبلا انجام داده بودم و میخواستم در زمان ویدیو صفحه جویی بکنم، اینجا وقتی شما بخواید سیو رو انجام بدین، میتونید اینجا این لینک رو اینجا بردارید. اگه بخواید اینپوت شاملش بشه، خب تیکش رو میزنید، اگرم نه که هیچ. و این یه نکته بعدی، حالا همون سیو هم اینجا شما میتونید سیو بکنید و یه نیمی بهش بدید. مثلا من اینجا تعداد مختلفی رو سیو کرده بودم، سیو رو انجام میدم. اینجا میتونید اون رسیپیتون رو لود بکنید، به صورت جیسون هستش. اینجا لیست میشه، اگر چند تا داشته باشین میتونید بین اونها انتخاب بکنید. و حالا این هم همینطور اگه بخواید یک فولدری رو به این ابزار، به این حالا محیط اضافه بکنید، محتویات فولدر رو از اینجا، اگه یه فایل رو بخواید اضافه بکنید از اینجا، اگه بخواید همه رو پاک بکنید، خب این اگر ریسایز بخواید انجام بدین، مثلا حالا من ریسایزش میکنم،
در آن واحد هم میتونید با چند تا تب کار بکنید. اینجا هم حالا سیو میده به ما، برای ما سیو میکنه خروجی رو. و در این قسمت هم که کپی میکنه. این قسمت خوب مهمیه، یعنی جالبه. خروجی رو دوباره به ورودی میده، در حقیقت همون لایه های آبفوسکیت کردنه. اگه بخوایم اینجوری در نظر بگیریم، همون فانکشن رو مثلا حالا تو هگز، این خروجی اگه ما یه استرینگ باشه، هگزش میشه اینجا زده میشه، دوباره همین هگز رو دوباره میده تو اینپوت، خروجی رو دوباره این لایه های چیز میشه. خب اینجا همونطور که میبینید من یه کد مورس رو دارم. بعدن اگه بخوام بیک بزنیم اتو بیک هم داره اینجا. این کد مورس تبدیل شده به حالا یوزرنیم این پسورد 1 2 3 4 5 6. برای اینکه حالا اتکرها و بدافزارها بخوان از دست دیتکتورها فرار بکنن و شناسایی نشن، معمولا به انواع مختلفی این انکدینگ و حالا انکریپشن رو انجام میدن. اینجا این نکته که داره اینه که مثلا من گفتم که میخوام با فوروارد اسلش کلماتم از هم جدا بشه. این نکته خوبیه. و اینکه من کد مورس رو اینجا حالا دونه دونه با هم بررسی میکنم. ببینید این کد مورس اون این میشه، اگه خامش رو بخوام تبدیل کنم این میشه. و اگه رجکت زدم میبینید اینجا خودش دوباره دات داره، تعداد داتش زیاده. بخوام دقیقا متوجه بشم، این مثال ساده ای بود. دات ها رو تبدیل میکنم به هیچی و اینجا دارم. این از این مورد. مورد بعدی حالا خود بیس 64 هستش. من یه پیلود، یه کامندی هستش که من حالا مثال واقعی این مثال که حالا برداشتم میخوام با هم تست بکنیم. نکته ای که هست، من این موارد رو یه توضیح بدم و بریم سراغ خود پیلود. اینجا میگه که هیچ پروفایلی رو برام لود نکنه. میخوام پروفایلی داشته باشم تو پاورشل. اینجا میگه که پاورشل رو اصلا باز نکن، ویندو اسلایدش هیدن باشه که من نمیخوام کسی بفهمه که من دارم اجرا میشم و از پاورشل استفاده میکنم. این احتمالاً توی CMD بوده که خود پاورشل رو هم اینجا صدا کرده. انکودد کامند هم میگه که این کامندی که بعدن اومده انکود هستش، اینو باید تبدیل بکنی. خود پاورشل این رو متوجه میشه. خب من این رو حالا بازم اینجا آماده کردم که میخوام عرضم به حضور شما. حالا همونطور که می‌بینید اینجا این یه بیس 64 از کجا فهمیدیم؟ چرا که کاراکترهای حالا اولا که بعضا ممکنه که انتهای فایل های استرینگ های بیس 64 مساوی وجود داشته باشه و اینکه کاراکترهای حروف بزرگ خیلی دیده میشه در این استرینگ. حالا حدس میزنیم که ببینیم بیس 64 هست یا نه، میریم جلو میبینیم که خب بعد عرضم به حضور شما نه دونه دونه دیزیبل بکنم. خب من اینجا اگه بخوام چیز بکنم میگم بیس 64 فرام بیس 64 رو درگ اند دراپ میکنم اینجا. حالا به این صورت منظورمه که به این صورت آورده میشه. اگر بخوام اینو چیز کنم اینجا بردارم، فقط این یه دونه اپریشن رو حالا میگیرم و به این سمت درگ اند دراپ میکنم و روی هر کدوم هم اگه با وایسیم یه تول تیپی باز میشه و یه دیسکریپشنی به ما میده. عرضم به حضور شما. خب میگم که میخوام از بیس 64 تبدیلش کنم به کلیر تکست. نکته ای که هست که شما این کارو بکنید اینجوری دیده میشه. اگه دقت بکنید میبینید مثلا اینجا 192 168 4 2 حالا 20 پورتش احتمالاً 90 میبینید اینجا دو نقطه داره. و انکودینگی که پاورشل داره استفاده میکنه UTF 16 LE هستش. به این دقت بکنید. من اینو که فعال بکنم میبینم که اون کامند حاوی این فانکشن ها هستش. حالا یه توضیحش بماند، اما داره میگه که میخوام برم از اینجا یه چیزی رو دانلود بکنم. خب این یه مقدار حساسه و مشکوکه. عرضم به حضور شما. و من میخوام مثلا این آی پی رو بکشم بیرون، فقط آی پیش رو. یعنی اینجا من فقط آی پی رو کشیدم بیرون. حالا این مورد هم مورد جالبیه.
حالا پیشنهاد میده که این کار انجام بده. بعضا ممکنه که یک حالا استرینگی رو اینپوتی رو وارد بکنه، بگه که خب این من حدس میزنم که مثلا بیس 64 و روش بزنیم مثلا اینجا من حالا اصطلاحش میگن دیفنگ کردن، بی خطر کردن. توضیح میدم جلوتر. اینم از این مورد. خب بریم سراغ مثال بعدی. میگم انواع انکودینگ های مختلفی وجود داره. اون پیلوده در حقیقت این یه پیلود دیگه بوده که من اینجا، نه این همونه. این IXE مهمه، هرچی که هر کامندی که بهش داده بشه رو اجرا میکنه. انواع بیس حالا 16 بیس 32 58 85 91 وجود داره که خیلیاشو سایبرشف ساپورت میکنه. مورد بعدی URL انکده. من میخوام اینو مثلا یه تست بکنم. ببینید اینجا با هم دیگه نگاه بکنیم. عرضم به حضور شما. خب بریم رو همین که خام بود. ببینید اینجا من اینی که پیست کردم خودش یه پیشنهادی داد، گفت احتمالاً URL دیکد رو بزنید روش کار میکنه. خب من اینو میزنم میبینم که آره مثلا کار کرد و همونطور که میبینید اینجا اینو به ما تبدیل کرد. حالا نکته‌ای که هست اینه که این پیلود توی وب حالا استفاده میشه، دیتکتوراش میشه حالا WAF، IDS، IPS، فایروال ها، برای اینکه از گیر فایروال و وف ها فرار بکنن پیلود های مختلف، از انکودینگ های مختلف و از حالا پیچیدگی ها و انواع مختلفی استفاده میکنن. حالا ممکنه که چندین بار یک URL انکد روی یک استرینگ یا پیلود اعمال بشه. الان مثلا 2 بار میتونه روش اعمال شده باشه. این به اضافه رو میبینید اینجا. الان من اگر یک بار دیگه URL دیکد رو اینجا اعمال بکنم، می‌بینیم به اضافه اون برداشته میشه. خود این کلا 2 بار می‌بینید اینجا. عرضم به حضور شما اینو پیست کنم. می‌بینید اینجا چون 2 بار این کار انجام شده، ببینید خود همین اصلا HTTP و حالا همه کامندهای همه کاراکترهای دیگه‌اش رو هم URL انکد کردیم. این از این مورد. یه مثال واقعی هم هست اینجا که روی ویندوز XP بوده، حالا یه آسیب پذیری روی iOS بوده مثل این که. عرضم بزرگ شما من میخوام اینو بیارم. خب میبینید اینجا یک URL انکدی روی این قسمت انجام شده، علاوه بر اینکه من اینو اگه هیچی نظرم که اینطوری میشه. و حالا رفته که CMD رو باز کرده و این کامند رو زده، لیست حالا درایو C رو دیده. این روی ویندوز XP معمولا، یعنی تو قدیم WinNT به جای ویندوز بوده، الان ویندوز شده دیگه، ویندوز سیستم 32 cmd.exe. که بزنم یکی 2 تا پوشه برو عقب و میگم کلا حالا هدف از این آموزش فقط کار با این ابزار نیست. دید خوبی پیدا میکنین راجع به آبفوسکیت کردن. حالا سعی کردم که این رو پیاده بکنم. ببخشید من گوشیم زنگ خورد. بله حالا داشتم میگفتم، حالا بحث URL انکد بودیم دیگه. خب بریم سراغ مثال بعدی. من یه فایلی رو دارم، میخوام از توش ایمیل ها، آی پی ها و دامین ها رو حالا اکسترکت بکنم. بریم سراغ اون فایل. نکته که هست میتونم خود فایل رو ببرم و یا اینکه میتونم کپی پیست کنم این رو. من خود فایل رو میبرم اونجا. درگ اند دراپ که بکنم راحت میاد. حالا یه توضیحاتی میده، تایپش رو میگه آنانه و حالا این عبارت ها رو داریم. اینجا میخوایم مثلا آی پی ها رو اول بکشیم بیرون. extract IP آدرس رو میزنم. ببینید حالا چون دیگه اوتو خورده خودش میاره بیرون. یکی این مورد.
مورد میل رو پیدا کنم. extract میل آدرس، ایمیل هایی که داخل اون بوده و URL extract URLs رو میارم اینجا. خب میبینید اینجا همون URL ها هستش و یک سری، حالا من چند تاشون رو خودم اضافه کردم اینجا. شما میتونید اینجا پیدا کنید که مثلا حالا چی بوده و URL هایی که استفاده شده. و نکته بعدی این که میتونیم حالا اگه URL انکد رو همینجا بیارم، URL دیکود رو بعدش اضافه میکنم، میبینید این همون بوده، یه لول انکد شده. extract domain رو میزنم. حالا میبینید اینجا یه سری یا رو خودش میاره پیدا میکنه برامون. مثلا حالا یونیک هم داره که بخوام تعداد یونیک ها و این متن رو از ترک برداشتم. خب بریم سراغ مثال های بعدی. میل و اینا رو که گفتم، اون بحث دیفاین کردنم عرض کردم خدمتتون، به معنی بی خطر و حالا غیر فعال کردنه. یه توضیح مختصر بدم اینو. عرضم به حضور شما اگه بخوام URL رو این کارو بکنم باهاش، می‌بینید HTTP رو به حالا 2 تا X میذاره اینجا و این موارد، ادساین را هم به، البته این کار انجام نمیده، نمیدونم فانکشنشو نداره چجوریه. برای IP هم به همین صورته. این میتونه مثلا به ادساین به ات تبدیل بشه اینطوری. خب مثال بعدی رو هم میخوام در مورد حالا متادیتا هایی که برای یه عکس وجود داره و اگزیف تول ها و اگزیف تول میتونید حالا اگزیف تول رو روی ویندوز یا انواع OS های دیگه نصب بکنید. من یه مثال بزنم در مورد این، مثال جالبیه. توی یه نمونه کد مورس رو هم اینجا نشون بدم بهتون. من اینجا یه کد جاوا اسکریپت بوده که از کد مورس استفاده کرده. من چند تا عکس دارم، میخوام حالا دیتاش رو ببینم. عرضم بزرگ شما میتونم درگ اند دراپش کنم اینجا. خب دیگه من به این نیاز ندارم. خب این عکس رو که حالا میارم یه سری توضیحات در مورد این عکس میده. این برام مهمه، ایمیجش حالا جی پی جیه. و عرضم بزرگ شما میخوام ببینم که حالا متادیتایی که برای این عکس بوده چیه. extract exif رو میارم. میبینید همین سادگی سریع برام پیدا میگه نیمش چی بوده. نیمش حالا نیم دستگاه نوکیا بوده. قسمتی که میخوام توضیح بدم و برام مهمه اینه، قسمت جی پی اس هستش. حالا میگه که در جهت شمال اینقدر درجه، 60 درجه، در جهت شرق 24 درجه و حالا تایم استمپ و موارد دیگر رو برامون داره. من میتونم این رو مثلا توی گوگل مپ بزنم و ببینم دقیقا اون عکس کجاست. حالا اوپن استریت مپ و من انواع چیزها رو تست کردم. اینجا میتونیم بریم سراغ گوگل مپ ببینم که اون لوکیشن اون چیز کجا بوده، اون عکس کجا بوده. حالا دوربین وقتی که گرفته اون لوکیشن رو ثبت کرده، جی پی اسش روشن بوده و اون رو ثبت کرده.
نکته‌ای که هست اینه که اینجا این عکس برای فنلانده. اگه اینترنتم یاری کنه قبلا اینجا این عکس برای فنلانده و حالا میخوام ببینم که اینجا حالا عکس پله رو پیدا کنم که راحت اینجا بزنیم و میخوره که بهش همچین جایی بوده باشه. حالا نمیدونم شاید این عکسه بوده، شاید این پله بوده، حالا زمانش ممکنه که کم و زیاد شده باشه، اما احتمالاً اینه و اینکه شاید هم فیک بوده. اما من میخواستم بگم که اون متا دیتای عکس رو راحت میشه پیدا کرد و در آورد. و اینکه میتونیم از ابزارهای حالا اوسینتی هم استفاده بکنیم. به میگه دقیقا کجاست، کجا بوده، یک سری اینم دقیقا داره همونجا رو میگه. خب نکته دیگه که مهمه اینه که شما حالا یک عکس ها رو میتونیم فرمت های مختلفی رو رندر بگیریم و ببینیم. حالا من یک مثلا میزنم، یکی از یه عکسی دارم که فرمتش تیفه و میتونید حالا اونو کانورت ایمیج فرمت رو بزنین روش، اوکی میشه، رندر میگیره براتون. نکته ای که هست اینجا شما میتونید سرتیفیکیت هاتون رو به صورت کلیر تکست ببینید. این مناسبه و به درد میخوره. حالا X509 کلا حالا یعنی فرمت پابلیک کی سرتیفیکیته، یه استانداردیه که استاندارد فرمته، باید حاوی این قسمت ها باشه. سرتیفیکیتی که از استاندارد X509 تبعیت میکنه. سابجکت معمولا همون نیم و ایشوور نیم اون CA هست، سرتیفیکیت اتوریتی. پابلیکی که خب معلومه، ولیدیتی پریود در حقیقت زمان انقضایشه، سریال نامبرش یونیکه، سیگنیچر الگوریتمش اون الگوریتم امضایی که استفاده کرده دیگه، حالا چه الگوریتمی بوده، و اکستنشن ها. اکستنشن در واقع CA باید خودش یک سری اکستنشن داشته باشه، سرتیفیکیتی که برای CA هستش باید یک سری اکستنشن داشته باشه که مشخص بشه که این CA و سرتیفیکیت هایی هم که ساین میشن توسط CA هم یا میتونن داشته باشن یا نه، یا انواع مختلفی دیگه از اکستنشن ها رو داشته باشن. کامند لینوکسی همون این میشه -in -text -no out. و کاربرد، یکی از کاربردهاش هم اینه که توی TLS هندشیک من میگم گفتم یک سری چیزها رو علاوه بر کار با ابزار سایبر شیفت میخوام بگم که براتون جا بیفته، ذهنتون باز بشه. تو هندشیک SSL استفاده میشه. اون قسمت سرور هلو میگم تو این قسمت سرور هلو یک سری سایفر سویت تبادل میشه که باید روی استاندارد X509 باشه. سرتیفیکیت ساین ریکوست رو داریم، این فایل رو میخوایم ببینیم با هم دیگه، و CRL ریوکیشن لیست رو. خب بریم سراغ. خب اول CA رو ببینیم با هم. من اینجا CA رو اول میخوام ببینیم که چیه. یه دونه 509 فایند کنم. خب سادگی میتونیم ببینیم، حالا به صورت کلیر تکست محتویاتش رو بهمون نشون میده و همه چی رو داریم اینجا. اون کامن نیم، CA، ایشوور، سابجکت و همه این موارد رو پابلیکی رو به ما نمایش میده. حالا اکستنشن ها رو اینجا بود. عرضم به حضور شما فرمتش هم پمه. فایل بعدی فایلی که حالا CRL سرتیفیکیت هایی که توسط CA ریووک شدن. من میارم اینجا ببینید. خب CRL رو به صورت رو میزنیم. سرتیفیکیت هایی که حالا ریووک کرده رو سریال نامبرش 12 بوده. اون سرتیفیکیتی که سریال نامبرش 12 هست اون دیگه اعتبار نداره. ریووکیشن دیتش مثلا میگه این تایم بوده. میگم خیلی راحت میتونیم ببینیم. مثال بعدیم هم CSR که خب اینم میزنم اینجا. میگم فانکشن هایی که ساپورت میکنه رو یه نگاه بکنیم با هم دیگه. ببینید قشنگ به قولی پارس کرد و کلیر تکست داریم میبینیم.
اینم از سرتیفیکیت. خیلی کارهای دیگه ای داره. میتونید پیکاپ رو باهاش حالا تحلیل بکنید، میتونید حالا یارا بنویسین که ببینید مچ میشه یا نه. ارزم به حضور شما خیلی توابع زیادی داره، روت 13، حالا هیگز و انواع مختلف، ایکس اور مخصوصا. خب انواع هش رو میتونیم داشته باشیم اینجا. مثلا من همین رو میخوام ببینم هشش چی میشه، اینو پاک میکنم. یه دونه چیز داره به اسم generate all hash. من اینو اگه بذارم روی این حالا اینپوت هم، انواع هش هایی که میتونه اکسپورت بگیره رو تولید بکنه رو برام تولید میکنه. این از این مورد بعدی، حالا یه ابزار حالا استرینگز رو هم میتونید داشته باشین. ابزار فارنزیکیه، شما توی لینوکس همین ابزار رو دارین. دوباره اون عکس رو بیارم. تعداد عکسی هست اینجا که من خب ببینید خودش این تبا رو اضافه میکنه راحت. خب من میخوام ببینم که محتویات این عکس، گفتم اون اکسیف تول اگه بخوایم بزنیم میزنیم روش. نکته که هست من میخوام این استرینگز رو ببینم آیا حالا کاراکترهای قابل خوندنی داره این عکس یا نه. خب همونطور که میبینید مثلا یک سری چیزها رو داره، مثل حالا نوکیا و انواع مختلف. اینجا میتونید مثلا طولش رو تعیین کنید، بگی اونایی که مثلا طولش بیشتر از فلان هست رو به من نمایش بده، اونایی که 8 تا بیشتر. این دست خودتونه. حالا بر اساس تجربه یه سری موارد به دست میاریم، تایمی که بوده حالا. و میبینید اینجا یک URL رو هم داره، این مثلا حالا مایکروسافته، یک سری چیزهای دیگر. این از این مورد. میتونید یک سری حالا زیپ ها رو آن زیپ بکنید، پسورد بدید باز میکنه. یارا رول رو میتونید بهش، من یک تست میکنم یارا رول رو یارا رو که شما ببینید. خب من حالا از قبل اینو آماده کردم، روی همین عکسه بزنیم. مثلا میخوام ببینم که آیا این رول مچ میده یا نه، مثلا با چه چیزهایی. خودش گفته حالا من این رول رو توضیح بدم. اینکه هیچی، گفتم اگر کاراکتر نوکیا، کلمه نوکیا مایکروسافت HTTP و HTTPS رو داشت، کاندیشنش هم هر کدوم از اینا بود، برام ارزم بزرگ شما نمایش بده. حالا این آپشناشو فعال میکنم، اون دیسکریپشنش و چیزشو میگه و میبینید میگه با 7 تا مورد مچ شده. یاراتون هم میتونید تست بکنید روی انواع حالا فایل هاتون. این عکس بود، من اینو تست کردم. نکته ای که هست، حالا میتونید QR کد رو هم داشته باشین. من یه لینک ویتوره ببندم. میتونید حالا اسکن بکنید، شاید بس بشه، نمیدونم. ارزم بزرگش میتونید اینو به صورت فول اسکرین داشته باشین، میتونید چیز بکنید. و حالا آپشن هایی که داره. خب تا اینجا این موارد تموم شد. یه چند تا مثال عملی هم بودش، من اونا رو اگه بتونم، اینجاست. حالا یه مقدار زمان ویدیو شاید رفته بالا، ولی دلم نمیاد نگم اینا رو، اینا باحال بودن، خوبن. این یه مثال بود که از توی ریپورت یه مالوری بود، داشتم بررسی میکردم، تو هیبرید آنالیسیس دیدمش. ارزم بزرگ شما. خب آره همینه. ببینید یه توضیح بدم این موارد رو.
اولین چیزی که به این نگاه میکنید به چی میرسیم، به چی متوجه میشیم؟ میبینید که یک سری کاراکترهای زیادی مثل اسلش، بک اسلش، هت، حالا آندرلاین، آندرسکور، اسپیس احتمالاً این وسط زیاده. یکی از روش‌های آبفوسکیت کردن داس آبفوسکیت هستش. از کاراکترهای زیادی استفاده میکنن که شما گیج بشین. شما یا انسان یا در ازم موضوع شما دیتکتورها، معمولا حالا انسان‌ها نتونن بخونن که چی هستش. نکته‌ای که هست، اول من خب میبینم که خیلی موارد وجود داره کاراکترها، سعی میکنم اینا رو حالا حذف بکنم. اینجا یه رزیکس می‌نویسم، علامت هت، حالا اور، این پایپ یعنی اور، بک اسلش، دش، آندرلاین، اسلش رو حالا و فاصله ها رو برام حذف بکن، به هیچی تبدیل کن. این کار رو انجام میده. من دونه دونه اینا رو خب میبینید اینو که بزنی حالا به این صورت تبدیل میشه. بعد شما ممکنه نگاه بکنید به خروجی ببینید که خب حالا چه چیزایی متوجه میشین. ببینید این خودش نوشته دانلود، حالا برعکسه، دانلود فایل. یه تابعی داره به اسم ریورس. شما میتونید اونو حالا بیارینش و یه ریورسی انجام میده. الان درست شد، حالا برعکس شد. میبینید حالا اون دانلود فایل اینجاه و حالا اما میخوام با اسپلیتش مثلا ادساینه. دقیقاً ممکنه به اون چیزی که اون آبفوسکیتوری که اونو آبفوسکیت کرده نرسیم، اما خب یه سری چیزا رو میتونیم با هم دیگه دستی به دست بیاریم. اگه بخواید این کارو بکنید ببینید که الگوریتم اون آبفوسکیتور چطوری بوده، برعکسش رو انجام بدین. آبفوسکیت های ابزارهایی که آبفوسکیت میکنن زیادی وجود داره. میتونید حالا توی گیت هاب، توی اینترنت سرچ بکنین، اینوک، ببینید اینوک آبفوسکیت، این ابزارها زیاده. حالا میخوام کدم رو حالا اگر ناخوانایی داره به صورت قشنگ نمایش بده. نکته‌ای که هست اینجا، حالا میبینید استراکچر URL نداره. من مثلا دیدم که HTTP داره، دو نقطه اسلش نیست. ممکنه که حالا با رجکستون با انواع چیزهای دیگه تون مچ نشه. اون خود اون آبفوسکیتوره میتونه حالا متوجه بشه که حالا اسلش بذاره یا نه. من این کانورت رو انجام دادم به خاطر اینکه بعدش بخوام از URL اکسترکتور استفاده بکنم. گفتم HTTP ها رو اینا به این تبدیل بکن، دوت اسلش برش بذار و URL هایی که اینجا استفاده شده رو در آوردم. حالا CNC سرورش بوده یا هر چیزی بوده یا رفته حالا یه سری ارتباطات گرفته با بیرون. اینجا میتونم روی این پیلود اعمال بکنم و ببینم که URL ها چیا بوده. عرضم به حضور شما که حالا اگه بخوایم کار انجام بدیم که انجام بدیم. دیفنگ. میگم دقیقا ممکنه که یک سری چیزها رو در نیاره. این مثلا معلومه که اورگ بوده، ممکنه که باشه TLDش یه چیز دیگه ای باشه، اما خب میگم تا حدود بسیار خوب زیادی متوجه میشیم که داستان چی بوده. مثلا اینم اورگه، این .com بوده. عرضم بزرگ شما این از این مورد و اینم که اشاره کردم بهش. یک سری حالا انواع پیلوت ها، مثلا این که مثلا که میخوام بزنم برای وب، تو جاوا اسکریپت این کار انجام شده. بهش میگن که حالا چرکد، یه روشیه برای به قولی فرار از دست دیتکتورها. در حقیقت این تابع یا همون چرکد اجازه میده که شما از کاراکترهای اسکی استفاده بکنید، کدهای اسکی رو بذارید اینجا و تبدیل کنین به اون تکستی که میخواین، اون کامندی که میخواین یا هر چیز دیگه. اینا مثال واقعی بوده. حالا توی یه سری گزارش‌ها و این بر اون بر من سرچ کردم پیدا کردم. عرضم بزرگ شما خب علاوه بر اینکه حالا این توضیح بدم اینو، این قسمت چیزش رو حالا میخوایم برداریم، من میتونیم برداریم. یک سری کاراکتر میبینیم. حالا میتونیم اینجا گفتیم که رجکسش تعریفش این میشه، تحلیلش اعداد 1 تا 3 بار تکرار بشن و حالا کاما اسپیس ها بعدش کاما یا اسپیس باشه یا هیچی نباشه و تعدادشون یکی بیشتر باشه، پلاس به این معنی.
عرضم بزرگ شما. خب این کار انجام میده و میتونیم ببینید حالا این دلیلش این بود. استپ بعدی که میگم حالا لیستشون رو بهم بده، رزکسا رو، مچینگشو، و حالا میگم کارکت فرام چر کد داره، خودش یه فانکشن داره. میتونیم به چر کد تبدیل بکنیم، میتونیم برعکسش. اونو که حالا دیکد بکنیم میرسیم به همچین چیزی. این که یه فانکشنه، این سری کد جاوا اسکریپتیه. حالا داره چی کار میکنه؟ داشت هیچ کاری نداریم. مثلا یه نگاه سطحی بکنیم میبینیم که خب مثلا یه دونه URL داره. خب من URL رو مثلا اکسپلور کشیدم بیرون که URL اینه. این همه مثالا رو زدم که براتون جا بیفته یک سری موارد و حالا خیلی چیزهای دیگه. حالا میتونید از ویروس توتال استفاده بکنید یا مثلا آی پی اسکنر، یه آی پی اسکن، یه هویز بگیرید. حالا من یه API کی داشتم توی ویروس توتال، از اون میخوام استفاده بکنم ببینم اینجا جواب میده در مورد حالا اینکه هیچ. اگه بخوایم ببینیم که مثلا چه می‌دونم یه آی پی مثلا من این 336 رو میخوام ببینم که وضعیتش چجوریه، مشکوک شدم مثلا به این آی پی توی لاگ هام، بعضی موقع جواب میده، بعضی موقع گیر میکنه. ببینم مشکل این شاید حالا من بعدی رو پیدا کنم، اینو بزنیم. نه این چیز خود از تابع HTTP request میتونیم استفاده بکنیم. من بزنم اینو من دیزیبل کنم. حالا میبینیم مثلا من از یه دونه سایت دیگه استفاده کردم که بخوام یه هویز بگیرم، جیسونش رو ببینم چیه. یه دونه جیسون بیوتیفول داره که میزنم به همه رو ببینم. اگه این نزنم تو یکیشم میزنم، حالا اینجوری نمایش داده میشه. میگم میشه از ویروس توتال هم استفاده کرد. بخوام دیگه ویروس توتال یه مقدار توضیح بدم زیاد میشه چون یه مقدار گیر و گور داشت، یه مقدار خود ویروس توتال اجازه نمیداد. اون بحث API کیش هم بعضی موقعا به گیر میخوره و اینکه اگه بخواید آی پی رو چیز کنید، ریکوست بدین، باید URL تون دقیقاً همین باشه، این باشه. برای فایلش جداه، برای حالا هشش جداه و انواع اسکنرهاش جداه APIش. عرضم حضور شما. و میگم حالا بحث وب شل و پی فایل ها رو هم میشه با این ابزار حالا بررسی کرد و یک سری دیتا رو از توی حالا انواع فایل ها، لاگ ها، پیلود هایی که توی لاگ ما میبینیم استخراج کرد. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ممنونم و خدا نگهدار. خسته نباشید.